عرض درود سلام دارم خدمت شما و خدمت مخاطبین شما. راحل تلاش هستم، یک تن از مدافعین حقوق زنان و مدت نزدیک به 4 سال میشه در پاکستان هستم و امروز خوشبختانه به دفتر مفکوره آمدیم. در اینجا یک نشستی برگزار شد که توسط جناب آقای روحانی و در قسمت نخست خود سپاسگزاری میکنم از آقای روحانی که فضای را بر ما مهیا کردن یا ایجاد کردن که افغانا بشینن بین خودشان گپ بزنن و افغانی ها افکارشان را با کشور میزبان شیر بکنن و این یک تجربه بسیار خوب بود. از ولایت های مختلف با زبان های مختلف ما آمدیم نشستیم، هر کس مشکلاتشان را گفتن، خصوصا مشکلاتی که فعلا مهاجرین با او به دست و پنجه نرم میکنن. همچنان فضای دفتر مفکوره یک فضای واقعا عالی، یک فضای واقعا علمی و یک فضای اکادمیک است که در اینجا آنچه که ما دیدیم صنف های آموزشی نقاشی و رسامی بود، صنف آموزشی موسیقی است، کتابخانه بسیار قشنگ و فضای بسیار کلاسیک و بسیار زیبا که میتونه بر انسان یک انرژی خاص را بده. باز هم سپاسگزاری میکنم و من امیدوار هستم این نشست ها بیشتر و بیشتر صورت بگیره تا که تبدیل افکار بین اشخاص و افرادی که اینجا اشتراک میکنه صورت بگیره و تا بتانیم که مشکلات را به گونه حساسی دست به هم داده حل بکنیم.